سرانجام اسرائیل از زبان قرآن. و در قرآن به بنی اسرائیل اعلام کردیم که شما دوبار در زمین فساد و تباهی خواهید کرد و سلطه‌جویی بزرگی رو مرتکب خواهید شد. هنگامی که نخستین وعده تحقق یافت، گروهی از بندگان خویش را که جنگاوران قدرتمند بودند بر شما مسلط کردید که برای پیدا کردن مجرمان حتی خانه‌ها را جستجو کنند که این وعده عملی شد. بدانید اگر وعده دوم فرا رسد، کسانی را بر شما مسلط خواهیم کرد که آثار غم و اندوه و وحشت چهره شما را فرا گرفته و به مسجد الاقصی پناه خواهید برد، همچنان که بار اول پناه بردید. شاید پروردگار شما بر شما رحم کند. اگر از انحراف بازگردید، ما نیز از مجازات شما باز می‌گردیم.